سلام به کانال بوکینگ 5 خوش اومدید. تو این ویدیو با هم خلاصه یکی از تاثیرگذارترین کتاب‌های رشد فردی یعنی کتاب اثر مرکب نوشته دان هاردی رو بررسی میکنیم و خلاصش رو به شما میگیم. این کتاب بهمون یاد میده که موفقیت اصلا یه شبه نیست، بلکه حاصل کارهای کوچیکیه که هر روز با پشت کار تکرارش میکنیم. حالا اثر مرکب یعنی چی؟ یعنی جمع شدن نتایج کارهای کوچیک توی یه بازه بلند مدت. یه عادت کوچیک مثبت اگه هر روز تکرار بشه، بعد از یه مدت نتیجه بزرگی میسازه. حالا چند تا نکته داره این کتاب و گفته که ما خلاصش رو به شما میگیم. یک، مسئولیت پذیری شخصی. تو مسئول همه چیز درباره خودت هستی، نه شرایط، نه آدم‌ها، نه شانس، فقط خودت. باید آگاهانه انتخاب کنی و از بهانه‌ها دست بکشی. دو، انتخاب‌های کوچیک اما حیاتی. هر انتخابی که امروز می‌کنی مسیر آینده‌ت رو مشخص می‌کنه. مهم نیست چقدر بزرگ باشه، مهم اینه که تکرارش کنی. سه، ردیابی رفتار. اگه چیزی رو نتونی اندازه بگیری، نمیتونی کنترلش کنی. خرج‌ها، زمان‌هات، خورد و خوراکت و غیره، همه رو ردیابی کن تا پیشرفت کنی. و در آخر، شتاب نهایی. وقتی عادت‌ها تو درست کردی، با گذر زمان یه شتاب فوق‌العاده میگیری که باعث میشه خیلی راحت‌تر رشد کنی. درست مثل گلوله برفی که تو سرازیری بزرگتر و سریعتر میشه. و اما نتیجه گیری نهایی از این کتاب، اثر مرکب میگه برای موفقیت لازم نیست کار خارق‌العاده‌ای انجام بدی، فقط کافیه یه کار کوچیک رو با پشت کار و نظم هر روز انجام بدی. همین.